ای مردمی دور از وطن، خستگی را در وجود خویش احساس نمودید. پس بیایید به محفل سرود و ترانه های دلنشین و فارغ از درد و رنج باشید. سراینده یکی ترانه هایش روح بخش و زیباست. از عشق، مادر، پدر، وطن، دوستی و برادری و غریبی و هجران می سراید. ارکین جان آدینایف بخشیده به سال نوی میلادی برای نفرانی که در شهر مسکو قرار دارند برنامه رنگین و جالبی کنسرتی خویش را برگزار می نماید. کنسرت سنه 14 دکبر ساعت رس و 20 در قهوه‌خانه سمرقند سیتی واقع در کوچه رگاشک زستاوا خانه 1 نزد متروی پلاشد ایلیچه برگزار می گردد. مهمان کنسرت جگربند ارکین آدینایف سهراب جان آدینایف می باشد. تلفن ها برای تماس 8 905 598 47 47 و 8 985 190 56 28. آدمان را دوست کردم خود ماندم به کسی مثل گل سنئی گشتم باز چون مثلی خسه این همه در قلب من است غیبتی نامردکه جانی ها را من عزیز دارم این دولت بسه جانی ها را من عزیز دارم این دولت بسه. سلام و درود به همه هموطنان عزیز، به همه مخلصان عزیزم. سنه 14 دکبر در طربخانه سمرقند سیتی در شهر مسکو متروپول شهر ایلیچه من همه شما دوستان جانی رو انتظار هستم. باشه.